سمعک. این کفشم هم معلوم نیست کجاست، هر چی میگردم پیدا نمیشه، انگار آب شده رفته تو دل زمین. من نمیدونم توی خونه چیزی به اسم حریم شخصی وجود نداره. همه به وسایل آدم کار دارن، برمیدارن سر جاش نمیذارن. وسیله شخصی چیه؟ استفاده برای عموم آزاده. مام بزرگ مادر پرستو با منی؟ آره مامان بزرگ، کفشای من ندیدی؟ نشنیدم مادر، چی گفتی؟ بلندتر بگو. میگم کفشای من کو؟ چی مادر؟ کاشف بدبو دیگه کیه مادر؟ داری جدول حل میکنی؟ وا مادر جون، سمکتون روشنه؟ آره مادر، شمعکش که روشنه، فقط باید یکم زیادش کنی. آبش زود جوش بیاد. آب چی جوش بیاد؟ تو خونه موش میاد. خدا به دور. مادر تو چرا اینقدر بی‌ربط حرف میزنی؟ اختلال حواس گرفتی زبونم؟ لال خدایی نکرده. خب اگه تو خونه موشه که سمپاشی کنین میاد، یه وقت جونمونو گاز میگیره. 1001 درد بیدوا دردمونو میگیره. زیر اون سماورم زیاد کن باریکلا. مادر جون تو رو خدا یه لحظه با دقت گوش کنید، دارم میگم. منم یه ساعته میخوام این نخو توش کنم اما نمیشه. بیا مادر، چشم من سو نداره. بگیری سوزن رو ببینم میتونی نخ کنی یا نه. بیا بگیرش. بفرمایید اینم نخ سوزنتون. میگم کفش سفیدامو گذاشته بودم زیر تختم نیست. آره مادر، از داشتنت سفید بختم خیر ببینی. حالا میتونم جورابامو وصله کنم. ای بابا من میخوام برم بیرون. میخوای بری از ایرون؟ وا مادر، خواب دیدی خیر باشه. شب خوابیدی صبح بیدار شدی دیدی فیلت هوس هندستون کرده. کجا میخوای بری آخه مادر؟ آدم مملکت خودشو مگه ول میکنه بره غربت نشین بشه؟ حرفایی میزنی یا دختر جون؟ نه خیر، مامان بزرگ بیخیال نمیشه. بایدم بخندی پدرام خان، تو نخندی کی بخنده؟ پرستو بس کن، اینقدر سخت نگیر. اینم یه چای تازه دم واسه مادر جون و نوه‌های گلشون. دستت درد نکنه پسرم، خیر ببینی ایشالله. این پرستو که فقط اینجا وایساده هی از من میپرسه شمعکش شمع‌آور روشنه یا نه. آره مادر جون، به هوای این بخوایم باشیم تا شب بچه که هیچی، از یه لیوان آبم با خبری نمیشه. بفرمایید شکلات مادر جون. نه مادر، من که دندون ندارم، همینقدر خوبه، میذارم گوش لپس، خودش خیس میشه سر میخوره میره پایین. مادر بزرگ انگار هر وقت به نفعشونه درست میشنون. اصلا اینقدر سر به سر مادر جون نذار. من سر به سر مامان جون میذارم؟ من اصلا ولش کنه. نفس عمیق بکش، نفس عمیق، دم، بازدم. اصلا مهم نیست. هر سوالت خوبه، چرا اینطوری میکنی؟ آقا من اصلا میخوام بفهمم یکی اینجا نیست بدون کفشای من کجا ساخه؟ چی؟ کاشف لونه‌شو برده تو خونه؟ لونه کیو مادر؟ پرنده ها رو حالا واسه چی گذاشتنش تو شاخه باد بزنه پرت میشه با این که؟ ولم کن تو رو خدا پدرام، مامان بزرگ کم بود تو من خوشمزه شدی؟ دیدی کفشمو یا نه؟ من که نه، شاید مادرجون دیده باشه. ببینم پرسیدی ازشون؟ پرسیدم 2 ساعت گلوم تیکه پاره شده. حالا بیا بشین چای تو خود گلوت ترمیم که شد بعد دوباره میپرسی ازشون. بنده خدا خوب شاید سمکشون خراب شده، باید واسش یه نو بخریم. پسرم میخوای رنو بخری؟ یادش بخیر آقات خدا بیامرز، همون موقع که هنوز جوون بودیم و جوونی تو تنمون بود یه دونه از این ماشینای خارجکی گرفته بود، اسمش هم الان یادم نیست. کارتولوگ بود، کاردیفال بود، کاردک، کاردستی مادر جون. کادومین؟ نه مادر اینا نبود، توش کات داشت. کات دار؟ بزن مامان بزرگ حرفشونو بزنن. گمونم عقبش لاک داشت. تو صندوقش منظورتونه مامان بزرگ؟ نکنه کادیلاکو میگه مادر جون؟ آها احسنت، همون کات لاک. خلاصه دورانی داشتیم با اون ماشین ما. عجب مامان بزرگ، با آقا جون دوتایی میرفتیم با هم دور. وا پدرام این حرفا چیه؟ زشت، خجالت بکش.
چی گفتم مگه؟ خب میرفتن دیگه، اصلا مادر جون با آقا جون نمیرفتن دور دور. خوب شد حالا. به جای این حرفا بلند شو به من کمک کن کفشمو پیدا کنم. بهش زنگ بزن ببین صداش از کجا در میاد پیدا میشه. مگه موبایله؟ خب ستاره کفشام کو مربع رو بگیر، 3 مکان احتمالی رو وسط ثبت میکنه. تو اولی و دومی نباشه قطعا تو سومی هم نیست. من میگم نره، تو میگی بدوش. پاشو دیگه، اینقدر اذیت نکن منو. زیر تخت تو گشتی؟ گشتم نبود. شما دوتا دارین راجع به چی حرف میزنی؟ بخت کیو بستن؟ کی بسته؟ بخت نه مامان بزرگ، تخت سخت دخت. من میگم سخت دیگه. خدایا از خیر بیرون رفتن گذشتم، فقط بکش راحتم کن. مادر پرستو تو چرا لباتو تکون میدی و ادای حرف زدن در میاری؟ مادر جون دیوونم کردین شما آخه. دارم راجع به کفشا میپرسم ازتون. کفشه که من میکنن تو پاشون، میکشن سرمه به چشاشون تا تقویتش نگاشون. خدایا مریم منو برسون. پدرام خان بفرمایین. شما مادر جون که اینقدر زبون همو خوب میفهمین ازشون بپرس کفشای من کجاست. به من چه؟ مگه کفشای منه؟ گوشت با منه؟ نه من که 6 دنگ حواسم به حرفاتون جمعه. بپرس دیگه پدرام. خیلی خوب سعیمو میکنم. میدونی پرستو به نظر من تو از اول هم نیاز به یه مترجم ماهر و کاربلد داشتی. منو باش خوب گوش کن و این یاد بگیر. مادر جون میگن فرش سفیدای پرستو تیره بختن، کف سفیدای پرستو زیر تختن. نه مادر اونجا نیست. پدرام چطور تونستی ازشون بپرس؟ اونا رو دیدن؟ بزرگ فرشا رو دیدین؟ کفشا رو دیدم. آره گمونم یه جایی دیدم مادر. فکر کنم ناشتای جای سرپایی پوشیدم باز رفتم دست به آب. مامان بزرگ اونا کفشای من بودن.